خلاصه که ما زیر دستمون بزرگ شدیم. حالا عکسشو بذارم میگم هر سری آقا، میگم هر سری ما با این خارکسته یه کاری داشتیم آقا، نهار حاضره، کوفت حاضره، این توی جانماز بود. یعنی واقعا دیگه منو گاییده بود یه مدت. بودم آقا ولش کن برادر، دنبال چی تو این خارکسته جانمازه؟ چی کار میکنی آقا شب تا صبح؟ هر سری هم میرفتی در حال صحبت کردن بود، یعنی وقت آزاد نداشت. یعنی من دیگه آخرا میدونستم دیگه، مثلا میگفتم غذا حاضره، الله اکبر. غذا کی حاضره؟ الله اکبر. یعنی مثلا بعد 2 آقا غذا حاضره، میخوام برم مدرسه، الله اکبر. یعنی هیچی نداریم. گرفتی چی شد؟ یا مثلا میگفتم لباس شسته است، الله اکبر. یعنی که نگاه دیگه خارکسته. گرفتی؟ من فقط عربی صحبت میکردیم، عربی فقط 2 کلمه‌ای فقط باش صحبت میکردم.